کدوم کریم؟ کریم آقمنگل. کریمی که بهمن مفید او را به زبان لاتی آقمنگل صدا میزند در اصل آبمنگل است. میشناسی؟ بله، قیصر او را خوب میشناسد. میخواهد جانش را بگیرد. قیصر کجایی که داشت تا کشتم؟ نه، بهتر است فعلا پاشنه کشیدن رو بگذاری برای بعد. با قصه انتقام تو کاری نداریم. میخواهیم دیالوگ معروف بهمن مفید را در فیلم بررسی کنیم. پس از اول، چرا صورتش زخمی شده؟ چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ ما هم میخواهیم همین را بدانیم. یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آرا اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آقمنگل. آبمنگل از محله‌های معروف تهران بود. جایی بیرون شرق حصار صفوی پایتخت که آب قنات سمت دروازه شمیران در آن بیرون میزد. چون آب جاری را برای گذر از حصار تهران از زیرش عبور میدادند. به این کار شترگلو و محل خروج آب را منگل یا آبمنگل میگفتند. ناصرالدین شاه که حصار صفوی را برداشت و تهران را توسعه داد، این محل داخل شهر شد و آبمنگل نام گرفت. جایی که حالا در شمال میدان قیام و شرق خیابان ری فعلی است. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین. به به، چه جایی هم رفتند. دربند، دهی قدیمی از توابع شمیرانات که خوش آب و هوا بود و محل تفرج و نشیمن شاهزادگان و بزرگان دربار. ناصرالدین شاه جوان در حوالی همین روستا مورد سوء قصد نافرجام بابی ها قرار گرفت. روستایی که در دوره پهلوی ابتدا به محل تفرج درباری ها تبدیل شد و آرام آرام کافه ها و رستوران های مردمی هم جان گرفتند. یکیشان همین رستوران کوهپایه فعلی در همان ابتدای دربند که بسیار قدیمی است. همان جایی که بهمن مفید میگوید به آنجا رفتند و ناگهان بینشان دعوا شد. گفت به سلامتی میتی تو نمیری بمود. قسم خیلی طولب شدم. این جیب نه اون جیب نه. تو جیب ساعتی زمندار اومد بیرون رفتم اومدم دم کسی نیستم بخوابیده. پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهران بغل این نرغه فروشیه. خب یک لحظه صبر کنیم. از دربند سوار ماشین شد و آمده تا کوچه مهران در لاله‌زار. یعنی اول خودش را به تجریش رسانده. میدان شلوغ امروز که هنوز هم نام قدیمش را دارد. البته آن روزگار این شکلی بود. جایی که می توانستید کوههای شمال تهران را به این بزرگی در پشتش ببینید. اما بهمن مفید چطور از تجریش به لاله‌زار رسیده؟ یا جاده قدیم شمیران یعنی شریعتی فعلی را پایین آمده و یا جاده مخصوص یعنی ولیعصر امروز را. دو مسیری که راه رسیدن به تجریش بودند. اولی یعنی شریعتی امروز که پیش از انقلاب نامش کوروش کبیر بود در زمان قاجار تکمیل شده و دومی را یعنی ولیعصر که نامش را پهلوی گذاشته بودند رضا شاه ساخت و تا پایان حکومتش یعنی سال 1320 اختصاصی بوده نه عمومی. فرض را بر این می‌گذاریم که بهمن مفید از ولیعصر پایین آمده و از کنار چنارهای زیبا و مشهور آن گذشته تا خاطره تلخ دعوا را فراموش کند. حدس میزنیم پیچیده به خیابان جمهوری امروز که آن زمان نادری نام داشت. به سمت لاله‌زار از جایی گذشته که امروز پاساژ موبایل 4 سو قرار گرفته و نمیدانسته قرار است ساعتی دیگر به همین جا بیاید. پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مهران بغل این نرغه فروشیه. کوچه مهران هنوز نامش مهران است. کوچه‌ای باریک و قدیمی در خیابان لاله‌زار و بورس خرید لباس‌های زنانه پر از مغازه و اجناس رنگارنگ. از این نظر کوچه مهران امروز با آن سالها خیلی هم تفاوت ندارد. قدیم هم کسب و کار در آن همین بوده. فقط آنطور که بهمن مفید میگوید سر این کوچه کنار یک نقره فروشی پیاده شده که حالا خبری از آن نیست. او به اینجا که رسیده اتفاق دیگری برایش افتاده. اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوک. گفتم هتته. گفت افت یکی گوش تو گوشم. گفتم نامردا دوش زد از اولیش قایم‌تر زد. داد کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کردم از خونه. معلوم نیست بیچاره به چه دلیل از آن مرد هیکلی کتک خورده. اما میدانیم به کدام بیمارستان یا به قول خودش مریض خانه رفته. یک بار دیگر بشنوید. چشم وای کردم از خونه. مفهوم نیست. انگار کلمه ای از فیلم در آمده.
این یکی را بشنوید که سالها بعد دوباره تکرار کرده. چشم وا کردم دیدم مریضخونه روس‌ها. مریضخانه روس‌ها، بیمارستان شوروی، بیمارستان مشهوری در تهران قدیم که سال 1320 توسط روس‌ها در ایران ساخته شد. جایی نزدیک سفارتشان در چهارراهی که امروز تقاطع حافظ جمهوری مینامیم و زمانی چهارراه یوسف آباد نام داشت. همان جایی که حالا به جای آن بیمارستان این بنا را می‌بینید. پاساژ موبایل 4 سو. بیمارستان شوروی که مردم آن را مریضخانه روس‌ها صدا می‌زدند، جای مجهزی بود. میگویند دستگاه‌هایش بروز بود و پزشکانش حاذق و کاربلد. پس بهمن مفید را از سر کوچه مهران لاله‌زار در جنوب جمهوری به این بیمارستان رساندند که هم نزدیک بوده و هم مجهز. اما قیصر را اواخر دهه 40 ساختند، 10 سال پس از تعطیلی بیمارستان شوروی در چهارراه جمهوری. این بیمارستان را اواخر دهه 30 به خیابان آبان منتقل کرده بودند، جایی که امروز بیمارستان 15 خرداد نام دارد. یعنی بهمن مفید را این همه راه تا اینجا بردند؟ نه، داستان این دیالوگ قدیمی‌تر از فیلم قیصر است. بهمن مفید این دیالوگ را از مدت‌ها قبل تعریف می‌کرده. یه آقایی بود خیلی چاخام میکرد برای این بچه معسرایی که دورش میشستن. دیشب 3 تا رو زدم، 4 تا رو هم گوششون رو بریدم، هم بچه هم همه ماوت اینو نگاه میکردم. اون تا شروع میکرد اینا رو گفتن، منم این دیالوگا رو میگفتم، خواستم اون اذیتش کنم. آقای کیمیایی هم با یکی دو تا دوست داشتن که گهگاه یه سر میزدن به همه جای دیگه. اینا میمدن گهگاه اونجا تماشا میکردن. من این شوخی رو که میکردم آقای کیمیایی شنیده بود و خندیده بود و رفته بودن، تموم شده بود داستان. بعد که این فیلمو میساخت برای تعویض ریتم فیلمش به یه همچین چیزی احتیاج داشت. احتمالاً به همین دلیل کلمه روس‌ها از فیلم در آمده، چون دیگر رفتنش به آن بیمارستان منطقی به نظر نمی رسید. گرچه برخی گفتند اداره سانسور وقت این کلمه را درآورده، اما احتمال این کار کم است. کیمیایی به درستی تشخیص داده که چون دیگر بیمارستان شوروی نزدیک لاله‌زار نیست، نمی شود آن کلمه را در فیلم به کار برد. ولیش قایم‌تر زد. خب، بهمن مفید راهی بیمارستان می شود. بعدش چه؟ حالا همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره، وارد کن. بله واردیم، اما قصه این کتک خوردن مشهورتر از آن است که دیگر بشود پنهانش کرد. یادت بخیر بهمن مفید با این دیالوگ به یاد ماندنیت. کریم چطور شد؟ اون یه هفته‌ایه که عینهو قاب به بدنشین بفقلق شده. زهری کله پاچه رو خوردیم از دلم در آورد. گفت میخواد بره قم زیارت، از اون برم نمیدونم میخواد بره کجا، گمونم میخواد بره مسافرت. هستی هم میره، الانم همومه. همین هموم زیر بازارچه؟ آره گفت کیسه و صابونه و بعدش هم راهی زیارت. قیصر کجایی که داشته تا کشتم. حالا وقتش رسیده، پاشنه‌ات را ور بکش قیصر.